یکی از چیزهایی که به شدت میتونه دستگاه یادگیری زبانتون رو از کار بندازه اینه که فکر بکنید برای یادگیری زبان نیاز نیست گرامر رو یاد بگیرید، در صورتی که شما زمانی زبان رو کاملا درک میکنید که بتونید گرامر رو یاد بگیرید. ولی گرامر باید به شیوه درست یاد گرفته بشه. کلا چیزی که الان وجود داره اینه که گرامر داره بر پایه ضمیر خودآگاه تدریس میشه، در صورتی که وظیفه ضمیر خودآگاه یادگیری گرامر نیست. برای همین یک خاطره منفی کلا از یادگیری گرامر در ذهن شما وجود داره و خیلی جاها میان از این قضیه سوء استفاده میکنن و به شما میگن که بیاید زبان رو با ما یاد بگیرید بدون که نیاز داشته باشید گرامر رو یاد بگیرید، در صورتی که این کاملا غلطه. اگر یادگیری زبان رو ساخته شدن کامل یک ساختمون فرض بکنیم، گرامر مثل سازه ساختمونه. همونطور که یک ساختمون بدون سازه فرو میریزه، اینکه شما تلاش بکنید زبان رو یاد بگیرید بدون اینکه گرامر رو یاد بگیرید، مثل این میمونه که یک ساختمون بدون سازه دارید که خیلی راحت فرو میریزه.